اصل در مشروع بودن قربانی این قرآن و سنت و اجماع علمای امت است. الله سبحانه و تعالی گفت فصل لربک وانحر، برای پروردگارت خالص نماز گذار. عمومی نمازها را، و بعض علما میگن منظور نماز عید قربان است. وانحر و همین گونه برای پروردگارت یعنی خالصا لله قربانی کن. این امر است برای قربانی کردن. و همین گونه الله تعالی گفت که قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، بگوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم نماز من، قربانی من، اینها حیات و موت من برای یگانه الله است. و در این دو آیت خیلی که میبینیم الله تعالی نماز رو با قربانی همسایه ذکر کرد. بنابراین شیخ الاسلام رحمت الله علیه گفتن که نماز بهترین عبادت بدنی هست و قربانی بهترین عبادت مالی هست. و ببینید نماز عملی بدنی محض است، از شما یه درهم طلب نمی کند، فقط عملی بدن است. اما قربانی عملی مالی هست، هر کسی نمیتواند قربانی کند، صاحب مال صاحب پول میتواند قربانی کند. عملی بدنی هست، عملی مالی هست. بنابراین این هر دو در قرآن همسایه آمده است که دلالت به بزرگی قربانی میکند که با ستون دین مقدس اسلام که نماز است، الله سبحانه و تعالی نماز و قربانی گفته همسایه آورده است. بعد از آن امام بخاری رحمت الله علیه گفتند باب سنت الاضحیه، باب درباره سنت قربانی. یک معنا این است که یعنی در این زیر باب سنت های قربانی، راه و روش قربانی را به شما بیان میکنم. یا معنای دیگر این است که یعنی قربانی کردن در نزد امام بخاری حکمش سنت است. و در مسئله حکم قربانی علما رحمت الله علیهم اختلاف کردند به دو قول مشهور. قول اول واجب است و قول دوم سنت است. واجب یعنی کسی قدرت دارد و اگر قربانی نکند گناهگار می شود. سنت این است که کسی اگر قربانی کند ثواب می گیرد و اگر کسی ترک کند گناهگار نمی شود. قول اول یعنی واجب، این سخن امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و همچنین سخن شاگردشان محمد ابن حسن شیبانی و امام زفر و یا روایتی از ابو یوسف رحمت الله علیهم و همین گونه از امام مالک و از امام لیث و اوزاعی و همین گونه از امام احمد روایت است و ابراهیم نخعی از تابعین گفتند که قربانی کردن واجب است. یعنی کسی قدرت دارد و قربانی نمی کند گناهگار می شود. قول دوم سنت است که این مشهور از امام شافعی هست و از بعض اصحاب امام مالک رحمت الله علیه هست و روایتی از ابو یوسف و در بعض کتابها بعض علمای مذهب حنفی مانند صاحب هدایه نقل کردند که محمد ابن حسن شیبانی نیز سنت مؤکده گفتند، ولی در دوامش جمله گفتند سنت مؤکده هست، رخصت نیست مگر هم با عذر. یعنی هر کی رخصت ندارد که قربانی نکند. یعنی این معناش نزدیک به واجب است. اما امام بخاری در این مسئله همراهی امام شافعی هستند، یعنی گفتند که سنت است و همین گونه شاگرد و دوستشان امام ترمذی هم قربانی را سنت می دانستند. بعد از آن امام بخاری رحمت الله علیه در زیر این باب گفتند که وقال ابن عمر هی سنت و معروف. ابن عمر
رضی الله عنهما گفتند که قربانی سنت است و کار خوب است. معروف بعضی علما گفتند که هر کار، هر سخنی که الله تعالی از آن راضی می شود و الله تعالی او را دوست می دارد آن معروف گفته می شود. یعنی قربانی سنت است. و حافظ ابن حجر رحمت الله علیه در فتح الباری گفتند که سنت در اینجا به معنای طریقت است. یعنی سنت در لغت عرب به معنای راه است، راه و طریقت، راه و رویش، و نه در سنت به معنای اصطلاح فقها و اصولی ها. اصولی ها سنت را میگویند که ما یثاب فاعله ولا یعاقب تارکه. سنت آن عملی است که اجرا کنندش ثواب میگیرد، ترک کنندش گناهکار نمیشود. میگویم قربانی در اینجا سنت است، نه به معنای اصطلاح اصولی بلکه به معنای لغوی هست، طریقت است، راه است.